کدامی از این دعاها برای افطار صحیح و درستتر است از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم؟ یکم: ذهب الظمأ و ابتلت العروق و ثبت الاجر ان شاء الله تعالی. یعنی تشنگی ها رفت، رگ ها تازه شد، ثابت شد اجر و ثواب اگر الله متعال بخواهد. اما دعایی که مشهور زبان هاست، اللهم لک صمت بک آمنت و علیک توکلت و علی رزق افطرت، این دعا ضعیف است، صحیح نیست. اما دعای ذهب الظمأ و ابتلت العروق و ثبت الاجر ان شاء الله تعالی، این دعا صحیح تر است. این حدیث را ابو داود 2357 روایت کرده است و علمای حدیث آن را حسن یعنی صحیح تر نزدیک دانستند. در صحیح بخاری بیشتر ذکر شده است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هنگام افطار کردن شتاب میکردند. پیش از نماز افطار میکردند با خرما یا آب. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم باز فرمودند مردم همیشه در خیر هستند تا وقتی که در افطار شتاب کنند. روایت بخاری. باز در بخاری اومده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روزهشان را با خرمای تر میکشودند. اگر نمی بود با خرمای خوش، اگر این هم نمی بود با آب. حدیثایی هستند که دعای روزدار رد کرده نمی شود. همیشه با دعا باشید عزیزان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.